ما موقعی که صدای پرنده ها رو میشنیدیم توی وضعیت آرامش قرار میگرفت. حالا داستانش چیه؟ برای اینکه خب یکی از چیزهایی که شما اگر مثل من زیاد نشنال جیوگرافیک نگاه کنید اینه که اگر که یه شکارچی، حالا پلنگی، ببری، خرسی، چیزی بیاد و نزدیک بشه، اولین ساینش اینه که صدای پرنده ها قطع میشه و این ما رو میبره توی یه سیستمی که ما در واقع در حالت آماده باش قرار میگیریم و وقتی که حالا پرنده ها دارن میخونن این یه جورایی صدای آرامشه برای ما. و حالا این جالبه که خوندن پرنده ها به خاطر اینکه خب آناتومی و بیولوژی اینوست که اینا باید نفس بکشن، استیتمنت های کوچیکی هست از یه ملودی و بعدش یه تنفسی داره و بعد دوباره شروع میشه. واسه همین حالا ملودی هایی که اون جای تنفس رو به شما میدن ممکنه موفق تر باشن، برای اینکه میتونن با در واقع سیر تکامل ما همسو بشن. حالا این ممکنه توی یه مثلا محیط دیگه یه جور دیگه شکل میگرفت، ولی خب حالا ما اینطوری شکل گرفتیم.